قصه نوبتی دیگه نقل میکنیم. زنکی بی‌شوهر خیلی زندگی خیلی سحر میخزه میره بازارگی میکنه، این طرف گیر میگرده این طرف گیر میگرده، ماید شویده هاش میخره. خلاصی گپ مگزینی این تیم مگزین ای پیش میدروه. میگه بیا انجام درام یکون چی در کاری ما میوم بیچاره میدروه کمپری بیچاره هوش ایسته روش میره. این خیلی نگاه میکنه وای شرمنده شده، این طرف نگاه میکنه وای شرمنده شده، اون طرف نگاه میکنه وای شرمنده شده. یک که میبینه یا نرمال نکشه هم مردینگی نرمال میبینه همه خیلی میگیره نگاه میکنه طرف پرادویست دخترک میبخشی پریمیرش نتون کجا دای. سلام علیکم برادرای عزیز. یک قصه نوبتی نقل میکنیم درباره کارمندان زاپارافکا و خیلی حادثه‌ای که در زاپارافکا روی میتیاده. زاپارافشی همه خیلی ماشینا رو زاپارافکا یا لحظه میشه ای همه روی جنگل یا آدم همه خیلی دستش هم که به دوام میبیه پیش زاپارافشی برادر یک خدمت نمیکنی گفت زنکه بنزین 95 داره. اوه که تمام نمود چی نمود بنزین فورتانو داره براتن یا دو سه قرد نمیریزی. زاپارافش حیران میشه چی گفت آخه میگه تینجه دو سه قرد چون میکنی یه خیلی برز براتن آخه برز جال که همین از زاپاراف کنه همون شمانگ میگیره خیلی میکنه پنجاش پر میشه همه خیلی لرزیده میخیزه میره. این زاپارافش با اویلاکی میشه میگه چیکار میکنه موشی بیا پای میشه میگه آیسته آیسته میره بخیه درخت دسته درچید که دسته میگه بعقل چی باقی این من بنزین 95 گفته بنزین 92 کتی چلیکا میلرزه. بسیار برادرها سوال میتونن که چوب ویدیوهای نو برآمده است. برادرها ای شما خواهش میکنم که برای هر یک ثبتی مرا هر یک ویدیوی مرا دیدن شنیدن باید شما پادپیسکه داشته باشین. هم یا نرچلی که ژلت نکنین وقتی که نرچلی که ژلت نکردین هر لحظه مرا میبینین.